ابن هشام رحمه الله ما درباره چی گفته استفاده بتنه درباره فرزندای عدنان، فرزندایی که عدنان گفتیم اینا که اینا یعنی نعم عدنانی ها یعنی چی؟ از اولاد اسماعیل علیه السلام و علیکم السلام و رحمت الله، از اولاد که گفتیم از اولاد اسماعیل علیه السلام و گفتیم عدنان یعنی چند دو فرزند داشت. عدنان دو فرزند داشت، یکی نام عدنان دو فرزند دارد، یکیش معدو، دویمش که گفتیم عک، معدو عک. چون درباره عک گفتیم که عک چی شده یعنی یمن به فرامدگی، برای که از اشعری ها قبیله یمن، از قبایل یمن به فرامده چی میشد یعنی از قبیله بنو اشعر چی میگیرد یعنی زن میگیرد و یمن به چی میموند، نه چی میشه میموند. و دویمش چی گفتیم معد، معد نه معدن دستون چی گفتیم معد اساسی نسل عدنان از معد یعنی چی میشه یعنی دوام میتید. نعم معد یعنی که پدری نزار یعنی بابای رسول صلی الله علیه و سلم. معدن چهار فرزندش گفتیم، یکمش که نزار، دویمش قضاعه، سیمش نعم قنوس و چهارمش ایاد. نعم همین چهار نفر یعنی اینا نزار و سن قضاعه و سن قنوس و سن ایاد. اساسی اینا پنجتگیاشون به واسطه ای که یعنی دو نفر نزار و قضاعه، اما قنوس و ایاد اینا اینقدر چه مثل قضاعه و نزار بین مشهور نیم. نعم نیم. نعم چون درباره نعم گفتم یعنی كذلك نعمان ابن المنذر یکی از ملوک حیره، نعم ملوک حیره که بود یعنی از نسل همین که بود قنوس بود. نعم اکنون درباره وقتی که نعم قبیله های یمن گفت ابن هشام درباره که تطرق کرد درباره عمرو ابن عامر. نعم عمرو ابن عامر یعنی این از که عمرو ابن عامر ابن نعم عمرو ابن عامر ابن حارثة امري نعم عمرو ابن عامر ابن حارثة ابن امرؤ القيس ابن ثعلبة ابن نعم ابن ثعلبة ابن مازن ابن نعم الأسد ابن الغوث. أسد يعني جنده بعض نصابه ها بعض علماء انصاب به سین میبیارن اسد ایکن بس به اسکان سین است. بعضشون ازد میگونینه، ازد و ازد. فهمده؟ و علیکم السلام و نام بعضشون میگون که ازد یک چیز، نام ازد یک چیز. همه ازد یعنی سونه متأخر همه قبیله های یمن جماعشون و خوریاشون که بمیشد ازد بمیشد، یعنی همشون که برفته میشدن ازد بمیرن یعنی. فهمده؟ اذن عمرو ابن عامر که بدست عمرو ابن عامر ابن حارثة ابن امرؤ القيس ابن ثعلبة ابن مازن ابن الأسد ابن الغوث. الغوث ابن چی میشد؟ کهلان میشد. سون کهلان این از قبیله های حمیر، سون کهلان از قبیله سبا و سبا از چیوای قحطان یعنی. فهمده؟ و قصه سعد معرب گفته چه میگیم؟ اوبانبور پلاتینه. یعنی اینا چی داشته بودن؟ معرب یکی از شهرهای یمن. معرب چی گفتیم؟ یعنی یکی از شهرهای یمن امروز موجود. این معرب گفته که شهرهای از صنعا 250 کیلومتر هم خیلی 250-200 کیلومتر نزدیک چه به صنعا به معرب تازه این شهر موجود. حتی تا حاضر چی های همین صد
یعنی اینجا معرب یعنی چی بدگی همین سبه اساسی دولتاشون بدگی بنو حمیره دولتاشون پایتختاشون معرب بدگی تو حاضر رفتگی شما معرب ها رفتگی به معرب نه معرب نرفتگی یعنی تو حاضر همین بقای هم اثرهای همین چی های یعنی اثرهای هم دولتی حمیر های یعنی برای هم توریستا بسیار میبیاد که یه منبع توریستا یعنی یهود و نصارا همه میبیاد برای که همه چی میگود یعنی نصیبش های میگود برای اینکه یعنی بلقیس یعنی ملکه سبا همراه سلیمان علیه السلام قاید تعالی سببش میندتون اذن صد معرب چی بدست یعنی نعم اوبانبور پلاتینه اوبانبور میگیم که همجه اوبانبور کلان ساختگی مردم یعنی از ایام حمیار قدیم یعنی از ایام حمیار اینا چی ساختگی یعنی دولت حمیارنده چی ساختگی اوبانبور کلان هر باری که بارون مثلا چی میشن همجه بر اختیار پر میشن انا از همینجا تونی چی میکنن اینو تونی شهر ساخته قشلاق‌ها ساخته نم باغ راه ساخته زندگی میخیل چی میکنن زندگی فراوانی سیری عیش مثلا چای یعنی خوشبختی و سعادت روزگار میگذارن دیگه نمیخیل یکی از اینها زمانی که عمرو ابن عامر اومدگینده عمرو ابن عامر نام که بوده عمرو ابن عامر ابن حارثه ابن امرؤ القیس ابن ثعلبه ابن مازن ابن الاسد یا که الاسد ابن کیوتن الغوث این آدم خیلی آدم بای بدگی خیلی آدمی با یکی از ثروتمندها نام یکی از ثروتمند یکی از رؤسای یکی از رئیس‌های چه بنو حمیر بدگی وقت چنده همین خیلی مثلا چی ها داشته ای که با مالک‌ها یعنی باغ‌ها داشته ای که همین خیلی میوه به بسیار بدهی که جاریه یعنی خادماش وقتی که باغ به میدرویند و میوه چیندن خیلی چیز نیست ثبت بالای کلش رو میمونه دو بالای سرش به از این سری باغ وای سرش رو میگذاره ثبت خودش پر میشد یعنی خودش پر میشه حتی رفته درخت نمی لرزونید حرکت و نمی کنید خود تو هم ثبت میگیرید و بتگش میگذارید خودش پر میشه یعنی خودش پر میشه یعنی همین خیلی ریخته میستد رزقشو همین خیلی مثلا چای عیش فراواننده بدهیان که لیکن به سبب گناهاشون به سبب از توحید و از دین دور شدنشون الله تعالی چه عقوبت داده نیست و نابودشون میکنه سبب اذن عمرو ابن عامر یکی از بطون یعنی بطون حمیار یعنی یمنی ها چی به از یمن بر اومدن چی به این روی زمین به چی پراکنده شدن یعنی الاوس یمنی ها خزرج یمنی ها خزاعه یمنی ها از یمنی ها برای چی اینها تمام مثلا چای عراق و عمان و عمان و حجاز و عرفه و شام و مدینه و اینجا به پهن شدن سببش چی؟ سببش اساسی یعنی چیاشون با اصلاشون باباشون عمرو ابن عامر چی میکند یعنی میگوید حدثني ابو زید الانصاری ابو زید الانصاری اسمه سعید اسمش چی و این آدم سعید ابن زید ابن ثابت ابن زید نعم نامش چی سعید ابن زید سعید ابن اوس ابن ثابت ابن زید الانصاری کی بدست نامش سعید ابن اوس ابن ثابت ابن زید الانصاری رحمه الله یعنی بابایش کی ثابت ابن زید یکی از اصحاب نبی صلی الله علیه و سلم نام احد اشتراک کرده یکی از این 10 نفر که عمر رضی الله تعالی و ارضاه همراهی ابو موسی جواب بصره به میفرستاد دعوت به یکی از 6 نفری که وقت عثمان اند چه قرآن جمع کردن چه اعضای جمع قرآن بود یعنی بابای همین سعید ابن اوس این مؤرخ یکی از علمای نصابه نم علمای انصاب یعنی و كذلك نحوی نم صاحب نحو صاحب لغت عرب ابو زید الانصاری رحمه الله میگوید که سبب عمرو ابن عامر یعنی از یمن برآمدنش همین بود که راء جرذن جرذ یعنی مش کلان جرذ گفته چه میگه مش کلان میگه کلامش یعنی فعرهیو سونی جرذانه کریسه
یعنی ایدان چی بوده است یعنی فأره این مش مایده میگم فأره عربا مش مایده فأرتون میگم مثلا یعنی فأره فئران و جرذ او یا که چیه جرذان این چیه مشهای کلان کلامش همین خیلی مشهای کلان هم میبیند که چیکار کرده استاده است یحفرو فی السد یعنی همین چیه اوبانبارم پلاتینه چیکار کرده استاده است یعنی تگش کوفته استاده است مش یعنی اینجای فسیق یعنی پیشگیری کردن همیشه میبیند که این چی خیلی اینو کارشونو کرده یعنی دوام داده یعنی چی تگش چیکار کرده است یعنی پایده ولغوی چیکار کرده است بیکار کرده است یعنی نعم صد معربه کی کان یحبس علیهم الماء یعنی صد همین اوبانبار چیکار میکرد یحبس یعنی آب همین آب حبس میکرد یعنی آب بارون میومد چی میشه جمع میشد یعنی خیلی چی بود صدی کلام بود سولی چیکار میکردن از این اوبانبار یصرفون حیث شاء من ارضه یعنی جای بخورن صرف میکردن وای آب چیکار میکردن صرف میکردن یعنی زمیناشون به یعنی هیچ خیل اشکال نبود میتوند همه چی قدر که میخوای آب میگیری باغت به کشتیدار به درخت ها با آب میتی چی قدری که تی وقتی که میبیند که من مشها پایدیوال همین صد آبانبار ویران کرده استادهاند فهمید عمرو ابن عامر فهمید که آبانبار دیگه خودش داشته نمیتود تمام وقت ساعت چی اداشویش اومده استاده است یعنی امروز یا فردا چی میشد یعنی اباین میرد و چی نیست و نابود میشد خلاص اگر این آب که نیست شد دیگه معرب حیات نیست چه زندگی میکنه بی آب بی آب زندگی کردن نمیشه برای همین چیکار کرد فاعتزم نوا نیت کرد یعنی خطه یعنی پلان نقله یعنی چی کوچیدن از یمن یعنی همین نیت با اومد که از یمن چیکار میکنیم گفت یعنی میکوچیم گفت خلاص دیگه یمنند زندگی نیست لیکن اینقدر مثلا زمین ها دارد خانه ها دارد اینقدر یعنی کشتی مثلا اینا چیکار میکند یعنی عمرو ابن عامر آدمی بسیار ذکی آدمی صاحب مکر فکاد قومش کید فریب داد قومش یعنی یمنی های فریب داد چه خیلی فریب داد یعنی فرزندای بسیار دارد عمرو ابن عامر اومدو از همه خردترین فرزندش و گفت که نام به همراه وای چه یک کینو ساختن یعنی فامر اصغر ولده اذا اغلظ علیه گفت که من و علیکم السلام نزد مردمان چی میکنم اغلب علیه یعنی غلیظ یعنی منوش چی وای با تو سخت معامله میکنم یعنی توی یعنی جنگ میکنم غلیظ یعنی منوش فهمیدید سختی یعنی چه توجی میکنم یعنی دشت آمد میتیم حقارتت میکنم دغلی میکنم یعنی وقتی که میخیل مثلا گپو میزنم تو چیکار میکنی میخیدی لطمه نم چی میکنی منه لطم یعنی چی وای با دست بست با دست کشاده اللقم با دست پوشیده زدن اللطم با دست کشاده رو بزدن چی میگن یعنی اللطم میگن یعنی ملاطمه و ملاکمه با مشت زدن اما ملاطمه چی با دست کشاد یعنی شپلاق میگیم یعنی وقتی که من تو بنامه خیلی میکنم گفت تو میخیدی منم چی بهم دستت رو میزنی پسرش گفت طيب پسرش سمعا و طاعتا گوش میکنیم و اطاعت میکنیم تمام تونه چیه کینای ساختن نزد مردمان جمع شدند و پسرش ففعل ابنه ما امر به یعنی پسرش چی جنگ کرد دغلی کرد جنگش کرد حقارت و دشنامش کرد و فرزندش خست و چی زد پدرش با دست برداشت زد عمرو گفت که این گفت کار خیلی خوب نشد گفت لا اقیم ببلد لطم وجه فيه اصغر ولدی
یعنی جایی که گفت نم، یعنی جای زمینی که گفت، شهری که گفت پسر خودم خسته من میزند، من وای شهر به دیگه زندگی کردن نمیتونم. فهمدید؟ من گفت تمام، گفت از بحر چه این باغ و راه ها برآمدم. گفت این زمین گفت برای من برکت نیست. گفت به این زمین این خاص برای من، شما ها میتونه تو زندگی کنید ها، لیکن برای من چی گفت یعنی اینجا گفت یعنی جای زندگی نشد. ها فهمدید؟ پسرم خودم اومده من میزند، میگفت من چه خیلی اینجا زندگی میکنم دیگه. من گفت از اینجا چی میکوچم. گفت هم با گفت که یعنی پیش رفتن گفت من چیزوما میفروشم. گفت عرض امواله، عرضه یعنی چی پیشنهاد کردن، معرض. معرض معنیش چی؟ می معرض میگیم برای که معرض سیارات، ماشین‌های آدم‌ها یکدیگر به پیشنهاد میکنن. مولاش چیکار کرد؟ پیشنهاد کرد. فقال اشراف من اشراف الیمن، اشراف یعنی صاحبی امر، صاحبی کار، آدم‌های یعنی ابرومند یمن گفتن که اغتنموا غضبت عمرو. غضب عمرو یعنی چی؟ غنیمت دونید. گفت این عمرو هر بار غضب نمیکند. غضب کند یعنی چی؟ ما به نیکی میشدیم جنده. غضب کرد و پسرش جنگ کرد، پسرش زد، انکلون چی؟ همین مالش پرتافته چی از یمن میکوچد. از همین فرصت استفاده برده چیکار کنید؟ یعنی مالهای عمرو خرید. رفتند و فشتروا منه امواله، مالهاش خریدن، خانه و قصر و باغ و درخت و همه چیز خریدن. فهمید؟ همه چیز خریدن. فهمید؟ تاکتیک فهمید؟ یعنی برای که اگر گوید که مثلا چی وای اگر وایان فهمن که سات یعنی اوبانبار کوچیده استاد است، وایرون شده استاد است، خلاص چی فایده میگیره وای زمینا؟ خلاص فرد اوبانبار وایرون کشید وای زمینا همش خوش میشد یعنی هم بیپل میپرتو یعنی. فهمید؟ لیکن عمرو چیکار کرد؟ یعنی فریب داده وای های مالش هم خیلی کرده گذروند یعنی فروخت. برای من ابو یمن که احتیاط شوید یعنی ابو یمن تو خود را میده یعنی خیلی شای را میده ترا همین نه ابو یمن خطیر یعنی. فهمید؟ خطیر یعنی همین خیلی فریب تو میتیاد که خودتون نادونست بمونید یعنی. دیدید که ابو یمن سخت احتیاط شوید وای. سونه خودش چیکار کرد یعنی؟ خودش و علیکم السلام و انتقل فی ولده و ولد ولده، یعنی چی؟ بچه هاش گرفت، بچه هاش یعنی نبیرش و فرزند و همه‌ش گرفت و چیکار از یمن برآمد. وقتی که برآمد قال الازد، ازد یعنی قبیله چی؟ قبیله الام یعنی یعنی اساس قبیله. برای که گفتیم نه همشون ازد میرن، عمرو ابن عامر ابن حارثه ابن امرؤ القیس ابن ثعلبه ابن کی ابن مازن ابن الازد. ازدها گفتن که لا نتخلف عن عمرو ابن حارث، یعنی عمرو ابن عامر لا نتخلف یعنی خلاف نمیکنیم، یعنی اگر عمرو براید ما هم میبرایم همراهی عمرو. یعنی چه میکنیم؟ یعنی عمرو یعنی سردار ما، رئیس ما، مادامی که عمرو میبراید ما هم همراهی عمرو میبرایم. یعنی وای هم چیکار کردن؟ مالهاش فروختند و برآمدند. فباعوا اموالهم یعنی تمام مالهاش فروختند و همراهی عمرو ابن عامر برآمدند. همین سبب چی بود از یمن برآمدنشون؟ دایتون چی شد؟ مسیرشون نتیجه چی شد؟ کجا رفتن اینا؟ کجا رفتن؟ فساروا حتى نزلوا بلاد عک. یعنی چیکار کردن؟ یعنی بلاد عک یعنی همین سبب باوردار اساسی ابن هشام رحمه الله یعنی مقصد سیرند چی؟ اصل رسول صلی الله علیه و سلم گفته شده. یعنی اینجا دادر یعنی عمرو ابن عامر و یمنی ها چی دخلشون ای رسول صلی الله علیه و سلم؟ یعنی دخلشون همین که یعنی اینا بچی با عکس شدن، روبرو شدن. یعنی هر چیزی که یعنی باباهای نسل رسول صلی الله علیه و سلم دخل دارد ابن هشام همینه چی میبیارد؟ یعنی از دور علاقه داشته باشد، از نزدیک داشته باشد، یعنی چی میبیارد. یعنی فهمید؟ یعنی علمی خیلتون چیکار کردن؟ عک یعنی چی گفتم؟ یعنی فرزندای عدنان بابای رسول صلی الله علیه و سلم. علمی خیل اومده چیکار کردن؟ یعنی اینا با بلاد عکبه بلاد عک کجا گفته بدیم؟ یعنی توری اینا اومدن که آخر چی به حجاز مثلا عک بعد چی اومدن که تو بلاد چی عکبه اومدن یعنی نعم توری مثلا بنو اشعار بلاد عکبه وقتی که اومدن مجتازین یرتادون البلدان، یعنی مجتازین یعنی
بلاد عقبه اینا ناومدن که تا که استقامت کنن، فقط مجتازین، یعنی مجتازین ترانزیت، یعنی مجتازین چی گذرنده بودن همیشه، یعنی استقامت که به سبب استقامت نه، به سبب چی؟ اجتیاز گذشته رفتن، ترانزیت میگیم که مرور میگیم، مرور. یرتادون البلدان، یرتادون یعنی یرتادون یریدون، یعنی ورود از یک شهر دیگه شهر دیگه شهر، یعنی خداشون به چی؟ یک جای مناسب چی میکنن؟ بحث میکنن که یعنی همینجا یک جای مناسب باشد که همینجا زندگی کردتونه. وقتی که بلاد عقبه اومدن، حاربت هم عق، یعنی عقی ها چی؟ اینها قبول کردن نتونسته، جنگ شد بیناشون، جنگ شد. فکانت حربهم سجالا. سجال معنای سجال مساجله، یعنی دیگه معنا دول، یعنی ای دایره یعنی چی؟ تاب میخورد که الان میخواد سجال جنگ بیناشون چی؟ تاب میخورد، دور میزد، یعنی یک بار اینها غلبه میکنن، یک بار که ها یعنی بنو عمرو ابن عامر، یک بار که عکی ها روایت میکنن، غلبه میکنن. یعنی فهمیدید سجال معناش؟ فهمیدید چی بده یعنی سجال یعنی معناش چی؟ یعنی دو گروه جنگ میکنن، یک گروه غلبه کردن نمیتونه علمی، یعنی چی میشه؟ یعنی نیچی میگن که یعنی غالب می، یک بار اینها غلبه میکنن، یک بار اینها غلبه میکنن، یک بار اینها غلبه میکنن، یک بار اینها غلبه میکنن. علمی معناش چی؟ سجال میگیم. یعنی علمی حق منها به نام صحابی جلیل عباس ابن مرداس رضی الله تعالی عنه. عباس ابن مرداس که میشه یعنی صحابی جلیل، نام هم بیت معروف گفت. بیت معروف یعنی این بیت گرفته بودیم، یعنی بیت گرفته بودیم که نام بیت چند چی گفت؟ وعك بن عدنان، وعك بن عدنان الذين تلقبوا بغسان حتى طردوا كل مطردی. نعم یعنی عک ابن عدنان همونایی که لقب داشته شد وای خوبه و علیکم السلام، به لقبشون چی بود؟ غسان. حتی طردوا كل مطردی یعنی چی شدن؟ یعنی نامشون همه روی زمین به چی شد؟ پهن شد. ثم ارتحلوا عنهم، خلاص دیگه وای دیگه بلاد عکنده دیگه اینها به چی؟ استقامت نموند دیگه، زندگی کردن نتونستن. بلاد عکنده چیکار کردن؟ بلاد عک شهرهایش عک ترک کردند و چی شدن؟ یعنی دیگه جا روان شدن. یعنی با همین که سونه چی؟ وقتی که یمن ترک کردن، فتفرقوا فی البلدان، سونه همین خیلی چی شدن؟ یعنی شهرها با پراکنده شده رفتن. سونه چی شدن؟ یک قبیله بودن، سونه چی شدن؟ قبیله بوتون به، یعنی هر یک یعنی گروه شده که مثلا مشرق رفت، که رفت مغرب رفت، که جنوب، که شمال، همین خیلی چی شدن. با تفصیلش فنزل آل جفنه عمرو ابن عامر، یعنی فرزندای بسیار دارد. یکی از فرزنداش چی وای؟ جفنه نام گجاب اومد، شام با اومد. دیدید یعنی شام اند چه خیلی یمنی ها پیدا شدن. فهمیدید سببش چی بوده؟ یعنی عمرو ابن عامر اومدنش، یعنی آل جفنه، یعنی جفنه ابن عامر ابن نام جفنه ابن عمرو ابن عامر، جفنه ابن عمرو ابن عامر یکی از فرزندهای چیوای عمرو ابن عامر. جفنه با همراه اویلش که جا اومد شام با اومد. انا میجنده شامنده تونه چی؟ آل جفنه یعنی ازدی ها، نم کهلان و قحطانی ها پیدا شدن. اما اوس ابن خزرج نگرفته بدیم که اوس ابن خزرج اینا هر دوش دادرها، اینا چی میشن؟ یعنی گفتیم که عمرو ابن عامر نه فقط پسرها بلکه پسرهاش نبیرهاش کرد. یعنی ایدن اوس و خزرج اینا دادرها، اینا چی میشن؟ نبیره میشن. یعنی کی به نوسه میگن، نبیره میگن، چی میگن؟ کی به عمرو ابن عامر به. ایدن خزرج و اوس ابنی حارثه ابن ثعلبه ابن عمرو. دیدید ایدن اینا کی میشن؟ یعنی فرزندش اینا. فهمیدید؟ اوس خزرج. فهمیدید؟ یعنی یک آدم مثلا یعنی چی؟ و یا در حیات بسیار میدگن 200 سال 300 سال عمر دیدگی. فهمیدید؟ یعنی تو خود را یعنی این اوس و خزرج برای عمرو ابن عامر که میشد، یعنی سیوم طبقه میشد. پسری عمرو ابن عامر نامش چیه؟ ثعلبه پسرش حارثه پسرش اوس و خزرج. فهمیدید؟ اذن این نبیره های عمرو ابن عامر که جا اومدن، یعنی اوس و خزرج که جا اومدن، اوس خزرج چیشون بودن؟ مدینه ده بودن، یثرب با اومدن. دیدید؟ یعنی ایدن انصار و ایها چیان؟ یعنی سعد ابن عباده، سعد ابن معاذ، اینا چیان؟
بچه های امکن، یعنی پدراشون چیان؟ دو در اوس و خزرج، اینا دو در که اینا که میشن از اولادایی که وای عمرو ابن عامر میشن. اینها اومدن چی شدن؟ یعنی ندیدید یعنی جف نه این چی میشه؟ عمق میشه، یعنی عمقاشون شام رفت، خداشون که اومدن اینا یثرب اومده ایستادن. یعنی اما خزاعه کذالک، یعنی چی؟ این خزاعه از دیگه اولادش دیگه فرزندش نامش کی میشه؟ یعنی حارثه ابن عمرو ابن عامر، فهمدید؟ یعنی پدری اوس ابن خزرج و یا چی نبیره میشن حارثه ابن ثعلبه. اما خزاعه پدرشون که نامش حارثه ابن عمرو. خزاعه که جا با اومدن، خزاعه مر با اومدن، یعنی مر یعنی این چی میشد؟ مر و زهران تا از راه از مکه بر اومده استید، یعنی همین لیسه گذارید، یعنی جموم تفتیش گذارید خلاص غطفان با نارفت، همین زمین هایی چی میگون مر و زهران گفته همجای میگون، یعنی فهمدید؟ یعنی بین جموم و بین چی؟ بین غطفان. اذا خزاعه که جا رفتن یعنی هم طرف مکه رفتن، از همه جدا شدن. یعنی نگرید اینا چی شدن؟ یعنی اینا نام یعنی جدا شد یکم از قبیله که جدا شد، یعنی اذا یکم از قبیله که نه یکم جفتی ها جنوب رفتن برای که از مکه اومده است که جا میبید به جنوب که یمن انده بایم از یمن بیاد، یعنی که جا میبید یعنی ابهای و بوهای و عسیر و طائف سونه مکه جنوب انده که یمن جنوب انده با مکه میبید، مکه سونه که جا میبید یثرب میبید. مکه به وقتی که اومدن مکه ده چیه؟ یعنی ایدان که شد، یعنی مکه ده که خزاعه جدا شد. هم به معنای خزاعه معناش یعنی چی میتیان؟ معنای خزاعه معناش نام انقطاع معنوی. هم به شاعراشون میگوید که نام سلام ولما حبطنا بطنا، نام میگوید که شاعراشون ولما حبطنا بطنا مر تخزعت خزاعت عنا بالحلول الكواكري، فهمت؟ میگوید که ولما حبطنا بطن مر نعم ولما حبطنا بطن مر تخزعت خزاعت عنا بالحلول الكواكري، یعنی وقتی که چشته مر با اومدیم، یعنی ما مر زهران به از مکه وقتی که گذشتیم تخزعت ای انقطعت عنا خزاعت، یک قبیله چی از فرزندای عمرو گفت که خلاص ما دیگه یعنی خل همینجا میمونیم، گفتم این چیز به نزد مکه بمونه. فهمید؟ سونه دویماشون که اوایل جدا شد ابنایی که گفتیم حارثه ابن ثعلبه، این باباهایی که اوس و خزرج مدینه انده، از سونه دواماشون که جا برفتن یعنی آل جعفر که جا برفتن شام برفتن. اما از اینا اکن از چیوای دیگه قبیله ها، از اینا که یعنی بابا اصل دیگه قبیله ها بچه های همه که عمرو ابن عامر، برای که عمرو ابن عامر ابن حارثه ابن امرؤ القیس ابن القیس ابن ثعلبه ابن مازن ابن الاسد. اسد یعنی چی شدن؟ یعنی جا برفتن از سرا یعنی جبل هایی که کذالک یعنی راهی مکه و نزلت از عمان کذالک یعنی چی؟ عمان و عمان به عمان منت اردن کی جا مقصد یعنی مسقط سلطنت عمان. انا میخیل یعنی ایران انا میخیل چی شدن؟ یعنی یمنی ها که جا به روی زمین به میخیل پهن شدن، یعنی که جا به شام به اردن به عمان به مدینه به مکه به میخیل چی شدن؟ پهن شدن. یعنی فهمدید؟ انا بعد از همین سون چی ارسل الله تعالی علی سد السیل فهدمه، سونه الله سبحانه و تعالی چی همین سد به سیل فرستوند. سیل یعنی سیل کلون فرستونده و سیل چیکو کرد؟ یعنی این سد آبانبارو ابین برد. علمین چی به؟ علمین حادثه به الله تعالی سوره سبع نازل کرد. لقد كان لسبع في مسكنهم آیه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. یعنی سبحان الله من آیات درس یعنی عامه بشنید درس شده در قرآن کرد. یعنی الله تعالی یعنی چی میگه؟ یعنی من قصه سبع گفته است چی خیلی یعنی فراوانی و عیش رغد و سعادتمند و خوشبخت زندگی میکردن.
نعم یعنی الله تعالی میگه که چقدر رزقای کریم میداد الله تعالی، شکر کنید. نعم شکر کنید. بله طیب رب غفور. لیکن چیکار کردن ها؟ فاعرضوا، یعنی از گفته های الله تعالی پشت گردوندن، رو گردوندن، مخالفت کردن امر الله سبحانه و تعالی و علیکم امر اوامر الله سبحانه و تعالی چیزا چیکار کردن؟ یعنی مخالفت کردن. سوره میگه الله تعالی ما چیکار کردیم؟ سیل العریم، یعنی سیل فرستونده نیست و نابودشون کردیم. چی کردیم؟ یعنی نیست و نابود کردیم. علم این بر نعمت یعنی هیچ وقت چیزای دائمی نه، نعمت دائمی نه. یعنی نعم نعمت اگر شکر که نکردی، همین به ابو حازم سلمه بن دینار رحمه الله چی میگفت؟ كل نعمت لا تعد شكرها فهي بلیه علی صاحبها. هر یک نعمتی که وای نعمت شکرش نکنی، اگر هر نعمتی که وای نعمت شکرش نکنی، وای نعمت تو به چی میشه؟ بلا میشه تو به. وای نعمت تو به چی میشه؟ یعنی بلا میشه وای تو به. انا من به حدیث موقوفا و مرفوعا اومدگی، موقوف و مرفوع، ولی اصح مرفوع و مرفوع له حکم الرفع، بل موقوف له حدیث مرفوع و موقوف اومدگی وارد شدگی. و صحیح و حدیث وای موقوف ابن مسعود به علی انس به. لیکن موقوف بدنش که تو حکم چه میگیرد؟ مرفوع میگیرد که هی میگو که ابن مسعود علی انس میگفتن که نعم ممتلأ بیت حبرة الا امتلأت غبرة. ممتلأت بیت حبرة الا امتلأت ماذا؟ غبرة. یعنی خانه ای که به حبره پر شود، باید که وای خانه به چی پر شود؟ به غبره پر شود. یعنی حبره فراوانی، سیری، خورسندی که اومد، یک روز باید که چی شود؟ یعنی وای خانه به چی؟ این چیزا مش تمام شود، این چیزا تمام شود. یعنی این چیز سنت رب العالمین، این چیز دوام نمیده. نعمت بر دوام نه. یعنی فهمید؟ هم به نعمتی که دیدی باید استفاده بر. یعنی سلامتیت دائمی نه، مالی که دستتان دهی این دائمی نه، جوانی که یاد داره این دائمی نه، عقلی که یاد داره این دائمی نه، حفظ قوتی که داره این دائمی نه. یعنی یاد مدینه در بین اهل علم علمان ده این دائمی نه. فهمید؟ این دائمی نه. یعنی این چیزا دائمی نه. این چیز همین به یعنی هر یک دمه، هر یک فرصت، هر یک نفس چی به علم صرف کن، علم صرف کن که اینجا فکر نکن که خلاص اومدم خرم الله گذشت. نه برادر، الله ینده ای تو با الله میگردی. برای همین یعنی هم فردا چی میکنی؟ یعنی سرت دیوال بمیزنی. برای همین اینجا با که مدینه با که اومدی با دنیا مشغول نشو. یعنی همینا بجد همین حال همینای دیده خطنده. یعنی نعم یک حیران بشید. یعنی خندم میگوید، گیری هم میگوید. یعنی خیلی سبحان الله. یعنی آدم ها روی زمین میلیارد ها، یعنی میلیارد ها مسلمان ها هم چیاشون هم ماشن مدینه با اومده، هم مدینه رسول صلی الله علیه و سلم یک بهره یک استفاده گرفتن. این مسکین مدینه به میبیاد 5 روز 6 روز میستد، مباشرتاً چه دنیا اصفای دنیا میشه. من قرض دارم، من کذا دارم، من کذا دارم، من کذا دارم. یعنی چی؟ او این بدبختی نباشد با چی بدبختی؟ این بدبختی نباشد با چی بدبخت؟ او این نعمت تو به بلا نشود چی بلا میشه تو به؟ چی بلا میشه تو به؟ یعنی هم خیلی حال همین آدما میگید که همین خیلی کار کردن. والله لازم اگر همینجا به نبیات بهتر، نه اومدنش بهتر. آخر اینجا با اومدی تو خودت به چی فایده کاری؟ چی گرفتی؟ یعنی همین دنیا دیگه جندا میابی. آخر همین دنیا یعنی همین دنیایی که همین افلاسی جمع کردن، همین دنیایی که رسول صلی الله علیه و سلم همین چه ملعون نامید، از همین مرده، حیوان مرده، همین گوسفند مایده، بچه گوسفند گوش بریده مرده بو کردگی، گفت که دنیا نزد الله با العالمین هم بدتر. گفت همین جمع کردن با کی اومدی همین آخر دیگه جواب ما همین چیز. لیکن فرقت همین که همین آدمی که مثلا غیر مکه مدینه در رفته دنیای طلب میکند وای به حجت کمتر قایم میشن. لیکن اینجا اومدنش که این چیکار کرد؟ یعنی مسئولیت گردنش به بسیارتر گرفت، گردنش شکستن به اینجا با اومد این آدم. فهمیدید؟ اینجا با آدم چی اومد؟ گردنش شکستن با اومد. همین به میبینید که اینجا با که آدم به نیت دنیا میبینه مکه مدینه با وای اعوذ بالله چی وای چی میشد؟ یعنی دیر یا که نزدیک چی میشد؟ وای
گردنش میشکند، بدبخت میشد. اعوذ بالله. یک برکه نمیگیرد، نه حیاتشنده، نه مالشنده، نه دینشنده، نه علمشنده، برکه نمیگیرد. یعنی بدبخت همینه که از پی علم نمیشد. از ویم بدبختر که همونه که علم میبیاد از این رو گرد. یعنی بینت این مردم کور های گرنگ این چی های مرد و بینم چشم نمیگیم 1000 سال 2000 سال 100 سال 200 سال زمان بخاری به زمان همین بینم ما بینم 10 سال 15 سال بین چی خیلی ما تغییری افتاد چیزا. یعنی همین 10 سال 15 سال علماهایی که بودن همین حاضر نگرید مثلا یعنی هفته ها میگذارد مردم بیدرس همین خیلی نه. یعنی نیست یک جا رفته درس کردم گوی درس نیست. یعنی همین خیلی نه. یعنی یعنی مثلا درس های شیخ عبدالله شیخ محمد یک گوهر بان شده موند. یعنی که مثل که یک مثلا رفته بیستی یک به خبر یک گوهر برات چه خیلی مثلا خورسان شده چی میکنی چه خیلی کمیاب. یعنی لیکن 10 سال 15 سال مثلا یعنی مشایخ خویان شیخ ابن سیمون شیخ احمد نجمی غدیان فوزان مسجد با مطرح دوره هم کنه من حاضر ما مدیننده او کور نگر تو چی شده استاد احوال روز از روز علما ها مرده استاد است. یعنی او خر باین احمق بوده خر باین احمق میمونی. امروز اگر استفاده نگیری از اینجا همین 4-5 عالم موندگی. یعنی از همین اگر استفاده نمیگیری کی به استفاده میگیری تو کی استفاده میگیری تو. یعنی نام علم سیاه کاری نام طالب علم سیاه کاری تو به این کارت کردی همین خیلی نه. یعنی مشکله که مصیبت که اینا چه نام طالب علمی برداشته گشته. یعنی اینا فهمدید هم بیان آدم مدیننده که بودی هر یک نفسته چه علم به صرف کنه هر یک نفسته نه. یعنی چی دنیا می بیاد از پی این قدر مثلا غم و هم دنیا ده مردم می بیاد همین چیز ملعون می بیاد. الله تعالی دنیا به چی گفت که یا دنیا گفت اخدمی من خدمنی و اتعبی من خدمکی. دنیا به الله تعالی این چیزه. یعنی این چیز تو خلاص شده نمیتونی گفت تو نمیشه گفت رب العالمین میشه. دنیا بنده الله تعالی دنیا به الله تعالی گفت که دنیا گفت همونه که من به خدمت میکند گفت تو هم به خدمت کن و همونه که تو به خدمت میکند و چیکار کن گفت خور موندش کن گفت. یعنی از قفای دنیا میدوه دنیا چه مثل سگ میشه. یعنی سگ به استخوان میپرتاد کشته میگیرد که الان میخواد مثل سگ میشه. یعنی دنیا مثلا نشون میدهد خودشه میداوت میگریدد نشون میدهد میداوت میگریدد میداوت مثل سگ. اینا نمیشه سگ میگید چی میگه نمیداره چی میگه اینه یعنی رزق امام ابن قدامه رحمه الله ابن قدامه کتابی چی دارد توابین دارد. کتاب توابین انده و كذلك بیهقی کتاب شعب انده نعم و قرطبی تفسیرش انده و ابن قدامه و كذلك بیهقی شعبان به اسناد صحیح از طریقی که عبدالملک ابن قریب الاسمعی معروف الثقه امام نحوی حجه في اللغه نعم الاسمعی رحمه الله میگوید که باری از بارها وقتی که بصرنده بودم از مسجد میبرایم از مسجد چی میبرایم میگوید وقتی که بر اومده رفته استادم یک اعرابی غلیظ کلان متکبر شمشیر دست چنده کیف چنده کمان شتور تونه اومده من بگفت که من ای قوم انت قلت من الاسمع قال اذا انت اسمعی گفت که تو اگه جایه گفت که من از اسمع گفت که اذا تو اسمعی یعنی اسمعی نامش تمام دنیا با مشهور همه بدنن گفت که ها اسمعی من از کجا آمده استاده گفت که اتیتک نم من بیت یتلا فیه کلام الرحمن. این کدوم بیت یعنی از مسجد آمده استاده هم از جایی که همین جنده چی میکند کلام رحمان میخوانند. اعرابی گفت که علی الرحمن کلام یتلوه الادمیون بصرنده بین اهل علم زندگی میکند خبرش نه که قرآن گفته که چی داره یعنی اذا معذور فهمده امروز این تیرات تکفیری ها بگود خلاص خیلی مثلا بگود حاضره احمق بصرنده
بین اهل علمنده ها، یعنی با اسمعی سال 218 وفات کرد. اسلام 200 سال گذشتگی اولا اسلام عین ذرویش انده. این آدم جاهل بینید که تا کجا رسیده که اصلا قرآن میگوید که رحمان انده کلام میشه که آدمو میخوند. حتی سوره اخلاص نمیدند، حتی یک حرف از قرآن نمیدوند. یعنی اسمعی که نعم گفت. دیگه اسمعی نگفت که خلاص انت کافر انت کذا، نه، بالعکس دعوتش کرد که نعم گفت یا اخی للرحمن کلام گفت یتلوه الادمیون. اعرابی گفت که هل لك ان تقرأه، ان تقرأ من کلام الرحمن شیئا، یعنی اصلا این کلام ابو کام تا چیز میخونی من بگو. اسمعی گفت که بله. گفت خون گفت سونه سوره زاریات خوندم میگفت و الزاریات ذروا فالحاملات وقرا الى قوله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. ها یعنی آیتان چی میگوید؟ یعنی وفي السماء رزقكم وما توعدون. یعنی الله تعالی یعنی رحمان، اعرابی میند رحمان که بدنیشه الله سبحانه و تعالی خالق و رازق میند که میشه. وقتی که آیت شنید کفاکه گفت، یعنی ها الله تعالی چی گفت؟ میگوید که وفي السماء رزقكم، یعنی آسماننده رزق شما ها گفت و ما توعدون، شما به چیزی که وعده داد الله وعده داد از آسمان رزقتون میبیاد، نه چه رزقتون میبیاد شما از آسمان. شمشیرش گرفت میگوید و رفت شطوره نحر کرد میگوید، کشت شطورش حلال کرد. وقتی که چی کرد با گوشت با پوستش جدا نکرد، گوشتش مایده کرد. گفت که اسمعی یاردم ده، گفت تقسیم میکنیم فقرا. گفت فقیرهای کوچه بود هم به تقسیم کرده دادن. شمشیر گرفت شکست، کمونه گرفت شکست، رفت میگوید. ما حیران این چی کرد؟ رفته با آواز بلند و فی السماء رزقکم و ما توعدون و فی السماء رزقکم و ما توعدون گفت. خلاص میگوید اگر الله وعده داده باشد میگوید و رزقم میبید، چی حاجت میگوید اینقدر از پای دنیا شده؟ یعنی ها خلاص وعده الله تعالی بوده است که رزق ما چی آسمان میومد، چی اینقدر مثلا سگ خربانی مثلا میزنی دنیا به سرته؟ خلاص ایدن خودش رزق میومد. یعنی اسمعی میگوید که ها و انا میگوید انظر الیه و اتحیر منذ 30 سنه اقرأ القرآن لم انتبه لهذه الآیه. 30 سال بعد قرآن میخونم میگوید، قرآن تعلیم میتیم با قرائت های مختلف میخونم، این آیت به خبر بدم این آیت میگوید. اعرابی یک بار شنیده میگوید چی شد به خبر شده این آیت میگوید. یعنی آیت معناش میگوید 30 سال بعد خونده معنای آیت نفهمیده بودم میگوید، حتی که اعرابی بگم اعرابی من بفهمم معنای آیت چی بدنیشه. ها اعرابی میگوید آیت معناش من بفهمم میگوید. یعنی فهمید؟ رب حامل فقه الى من هو افقه منه. فهمید؟ یعنی با اعرابی حیات چند قرآن چی بدن نمیند، همین آیت شنیده میگوید چی تفسیرش من بفهمم که آیت معناش چی. یعنی فهمید؟ ها وعده رب العالمین وعده به چی باور نمیکنید؟ الله سبحانه لا یخلف المیعاد. الله تعالی هیچ وقت وعدهش خلاف نمیکنه. سونی میگوید اسمعی میگوید که وقتها گذشت میگوید بجاب اومده میگوید همراه زمان هارون رشید انده بود. یعنی اسمعی یکی از چیزای مستشارهای هارون رشید بود رحمه الله. میگوید همراه هارون وقتی که حج کرد میگوید هارون میدید یعنی 1 سال چی بود، یعنی غزو جهاد میکند 1 سال حج میکند. هارون یعنی وقت نام 23 سالگی شد ملک با اومد، ملکش قریب 50 سال زاید، یعنی چی خلیفه بود. همین خلیفه شنده 1 سال حج میکند 1 سال جهاد میکند. همین یکی از حجاج شنده همراهی خودش منو گرفته بود هارون رشید حج به. وقتی که حج اومدیم مکه چی میکردیم، یعنی کعبه طواف میکردیم. وقتی که طواف کردیم ایستادیم یک آدم اومد گفت که با آواز رقیق با آواز پست یا اسمعی. من نگرام که میگم همین عربی نگشته گفت که ولقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ولقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ولقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اسمعی گفت چیزی که الله وعده کردگی ما هم وعده حق یافتیم، حقیقتا در رزق یافتیم.
سه بار تکرار کرد توافنده گفت که یا اسمعی هل للرحمن کلام آخر گفت که با دیگه کلام های میگفت اسمعی گفت که کنین چه داره دوامش خون گفتم این آیه چیه چون با هم ذاریات خوندم میگه ها و ذاریات ضربه نعم وفي السماء إلى قوله سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ها فورب السماء ها فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فضرب واو چی میگیم الواو والباء والتاء من حروف القسم يعني الله تعالى اقسم برب السماء والارض انه همین قرآن یعنی چه الله تعالی قسم به سوگند گفته داد که سوگند و قسم که قسم به کی به رب به پروردگار رب آسمان زمین که همین چیز حق یعنی قرآن هم دیگه چیز حق اعرابی همین آیت شنیده با آواز بلند گفت که من ذا الذی اغضب الجلیل من ذا الذی اغضب الجلیل حتى حلف من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف من ذا الذي ألجأه إلى اليمين فهمت؟ يعني کی این میگوید یعنی ها که الله غضب کنند که الله قسم برافت کی این میگوید ها که الله همین حالت بود که الله چیکار کند یعنی قسم کرد سوگند کرد ما میگوید به همین هم میگیم که قرآن حق میگوید یعنی قرآن غیر از حق دیگه چیز نیست میگوید ایننده دیدید ها با آواز بلند سه بارم قبلا گفته میگوید فسقط ففاضت روحش برآمد میگوید رحمه الله دیدید یعنی اذا مثلا چه همین قرآن این حق نه والعریم چه الصد نعم عریم معناش چه همین صد چی گفتیم أوبامبور بلاتينا واحدته عريمة فيما حدثني أبو عبيدة قال الأعشاء أعشاء إن أعشاء وما أدراك ما أعشاء أعشاء طبعا لقبش نعم أعشاء إن شيء لقبش أما نومش شوي ميمون نعم ميمون ابن قيس ابن جندل ابن شراحيل ابن عوف ابن سعد ابن ضبيعة ابن قيس ابن جديلة نعم ابن ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معاد نعم نزار ابن ربيع نعم نزار ابن معاد ربيع معاد يعني فرزند نزار عنده چوای فرزندش دوتا و یک چنده یکیش الیاس یکیش چوای ربيعة فهمت اذن الیاس و ربيعة اینو که میشن یعنی دو درامشن یعنی الیاس بابای رسول صلی الله علیه و سلم ربیعه اینا چند دیگر آینده میشه نه اعشا همین آدم یعنی اعشا یکی این از شعرای یعنی چوای شاعر جاهلی یعنی این پیش از اسلام بود یعنی اسلام درک کرد لیکن اسلام چیکار یعنی اساس حیاتش جاهلی انده گذشته یعنی حیاتش چنده گذشته یعنی جاهلی انده گذشته یعنی اعشا این یعنی چی یعنی نام همین که محمد ابن سلام البیکندی شیخ امام بخاری رحمه الله کتاب طبقات شعرا به یکم طبقه به میبیارد شعرای طبقه به تقسیم میکند اعشای چندم طبقه به میبیارد یکم طبقه به امرؤ القیس اعشا اینا چی یعنی از شاعرهای مشهورترین معروفترین مثلا عرب بودن اینا اعشا یعنی این از مشهورترین معروفترین مثلا چی بود یعنی شاعرها بود وكذلك ترجم له ابن عساكر تاريخ دمشق لأنه ماذا ورد میگوید که خود وفد الى ملوک غساسنه شام به نزد غساسنه اومده و اعشا كذلك یعنی نزد بسیار ملوک فارس میرفت برای همین شعرشنده بسیار کلمه های فارسی میبینه شعرشنده شعری همین چنده یعنی اعشا چی دارد یعنی معلقات دارد معلقات چنده بسیار کلمه های فارسی میبینه نام برای که چی میکرد بسیار گفتم که یعنی وای وقتنده و چی بود یعنی تمام همین جزیره دستی کینده بود فارسنده بود دستی کینده بود یعنی نام دستی فارسنده بود نه جبی شعرشان میگوید که و فی ذاک
نعم للمؤتسي أسوة مؤتسي يعني نمونه گیرنده يعني میگوید يعني عبرت گیرنده گویم و فی ذاک للمؤتسي أسوة. انا من درباره صد معرف همین گفتم که همین چیز نعمت قدرش دونستن شکر کردن همین چیز میگوید مؤتسي آدم عبرت میگرفتگی و عبرت. و معرب عفا علیها العرم عفا ای ساله یعنی یعنی معرب به چی شد یعنی بالاش به چی اومد یعنی عریم چی گفتیم یعنی نام صد یعنی سیل اومده نیست نابودش کرد. رخام بنته لهم حمیر یعنی حمیر با رخام یعنی سنگ‌های قیمت بها مرمر میگویم چی میگیم برامبر خیلی چیزای قیمت بها که اینا اصلشون ساخته بدن اینا یعنی چی قدر مثلا زحمت کشیدن این اوبانبرهای ساختن به. اذا جاء موراه لهم لم يرم موراه یعنی چی بای خراب وقتی که خراب اومد لم یریمی یعنی چی شد ترمیم یعنی اینا دیگه ترمیم یعنی دیگه اصلاح کرده یعنی ریمون کرده نشد همین خیلی سیر اومده نیست و نابود کرد که این صد اینا دیگه یعنی اصلاح کردن و دیگه چاره نبود. فاروا الضروع و اعنابها یعنی همین اروا یعنی سقا ارواء الغلیل اروا یعنی آب دادن یعنی چیکار میکرد یعنی این آب انبار زروع زرعشون به یعنی کشتکارشون به اعناب یعنی جمعی عنب یعنی انگور مثلا میوه هاشون همین آب چی آب میداد على ساعت ماؤهم اذا قسم یعنی نام ساعه یعنی آب بسیار بود یعنی حاضر بعضی جواب مثلا برای آب دادن میگفت یک هفته باید که اوچه یک ماهش رسیده همین خیلی یعنی بعضی قشلاق‌ها برای آب دادن یعنی چی تشکیل کرده یعنی میراب میگن کی میگن میراب میگن چی میگن یعنی وای با پول میتیسون رفته مثلا چی یعنی اوچراب دمیستی هفته به یک بار ماه به یک بار خلاص همین هم چه 20 دقیقه شما به آب میکشوید بالا رفته مثلا وای تو اومده باختم میدارد که میراب میگه خلاص آب حق گرفته میگن آب میبنده در شما یعنی همین سبب گناه ها لیکن وقتی ما سعدنده چی بود یعنی هیچ خیلی مشکل نبود میگفت یعنی هیچ خیلی مشکل چی قدر کوب میخوای بگیر. فصاروا ایادیه ما یقدرون منه على شرب الطفل همین خیلی شدن که حالشون همین حالت به اومد که دیروز نگرید یعنی زمین های کلام به همین خیلی شدن که همین معرب همین خیلی سطح همین خیلی عباین رفت که یعنی چی طفل فاطم یعنی طفل فاطم یعنی چی فاطمه مرضعه طفل یعنی شیرخور یعنی مباشر چی میشد یعنی وقتی که کودک یعنی 4 ماه 5 ماه میشد کمتر چی میتیاد آب میخوره میشه یعنی 9 ماه 10 ماه جنده چی خودش مثلا میگه چیت آبش میخورد کم آب میخورد کم تا گون چیزا چی میخورد یعنی چی میخورد خوشق آب میخورد یعنی همین قدر آب هم کودکی که نف همین آب خور و نونخور شد همین بچه آدم ساعت آب یافته نمیشه همین خلاف با این رفت که این چیز یعنی چه کودک با دی روزه که یعنی گکتر زمین ها با آب دادن به یعنی چی قدری که آب گیر همین خیلی بود اکن امروز چی شد یعنی کودک با می یک قاشق آب گرم گفتم چی به پلاتین صد به آب انبار بیای آب فهمید چه خیلی نعمت با این رفت نامش موندو خلاص دیگه یگان نشانه مونده گشته اینجا نشانه مونده گشته. نعم قال أمية بن أبي صلت الثقفي نعم أبو صلت نامش عبد الله نعم أمية بن أبي صلت إنما يكي الشعراء چی جاهلی نعم شعراء جاهلی اینا یعنی چه محمد ابن سلام بیکندی یعنی اختلاف ذکر میکرد که بعضی اهل علم اینا یکم طبقه به ذکر کردن بعضی هاشون دویم طبقه به ذکر کردن. أمية بن أبي صلت نعم أمية بن صلت کلام بشه چه رسول صلی الله علیه و سلم میخوند میگفت که علی کل شیء باطل خلا الله نه چی علی کل شیء باطل همین شعرش. الشاهد أمية ابن ابو صلت نامش عبدالله اینه که از شعرای جاهلی اینم یعنی چه نصرانی بدگی نه نصرانی بدگی. و ثقیف یعنی الطائف ثقیف نامش قسی ابن منبه ابن بکر ابن حوازن ابن منصور ابن اکرم ابن خصفه ابن قیس ابن عیلان ابن مضر ابن نزار نعم ابن نزار نعم نزار یعنی چی بدست این اعشا از که الربیعی و این از که از مضر ربیعه
مضر، الیاس، اینا که یعنی همشون دو درها. میگوید که من سبع الحاضرین مأرب اذ یبنون من دون سیله العرم، یعنی معناش که یعنی قول همین شاعرها به چه همین اومدگی متواتر شده که یعنی همین درباره صد معرب. و هذا البيت في قصيدة له وتروى للنابغة الجعدي، نعم جعدي نومش قيس بن عبد الله أحد بني جعد ابن كعب بن ربيع بن عامر وهو حديث تفهم. يعني این شعر نابغه هم ذکر کردن بدم میگوده، لیکن چه شعر به سبب دراز بدنش چیکار کردم یعنی اکتفا کردم. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نه سلام علیکم. چی میگی؟ عشا یعنی چی به عشا گفتن؟ چی علی کل نعم على ما خلق الله باطل، یعنی همین شعر فقط رسول صلی الله علیه و سلم میگفت، همین شعر عکس شعر میدونه على کل نعم نعم على كل ما خلق الله باطل. همین شعر یگونه همین شعر میگفت که حتی همین شعر هم چی رسول صلی الله علیه و سلم نمیتونست، یعنی چی میگفت که ابوبکر میگفت که بأبي انت و امی یا رسول الله ما تحسن الشعر و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له. برای رسول صلی الله علیه و سلم تا یک بیت گفتن نمیتونست علیه الصلاه و السلام. دلالت میکند که رسول صلی الله علیه و سلم شاعر نبود، همه چیزی که میومد از نزدیک رب العالمین میومد. عباسی مونده یعنی بیناشون اشغال میشد، یعنی اینا بچه های امک اداریسه ها، یعنی اینا بچه های امک عباسی ها، یعنی که یعنی نام از نسل عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب. اداریسه ها از نسلی که یعنی نام علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب، یعنی بچه های امک هم کنه، یعنی این ابو طالب اینا که یعنی نام عباس بچه های امک همین خیلی یعنی چه بیناشون امک بچه دشمن بچه هم بیناشون خیلی اشکال میشه. دو اینا چه مغرب یعنی مغرب میکوچن، بغداد هم بزن اصلاشون بغداد به میکوچن اداریسه ها. انا آدمی روزن تون چه اول بیت یعنی چی به مغرب یعنی چی فهم میشه، یعنی فهمید اول بیت یعنی مغرب نه همین یعنی این دولت اداریسه ها دولت میسازن سونی چند سال دولتاشون یعنی دوام میتید، یعنی دولت اداریسه ها یعنی دولت اداریسه ها یعنی اینا چی نه یعنی سونی بعد از یا مقین عبیدی ها سونی پیدا میشن قریب بعد از وی بعد از قریب 200 سال وی پیدا میشن، یعنی کی ها عبیدی ها از عبید الله قداح خودش اینو که دعوا انتما میکند فاطمه به یعنی از اولاد حسین میگن، یعنی فاطمه ها میگن، یعنی اینو اومدن سون مصر گرفتن، یعنی نه قریب 400 سال حکم کردن، یعنی فاطمه ها یعنی زنادقه اینا، یعنی اینا هیچ خیلی اینا دروغ یعنی نسب باشون، یعنی علما ها اثبات کردن که نسب اینا هیچ خیلی آل بیت بنمیرد، اینا اصلا یهود اصل اینا از فاطمی ها قداحی ها عبیدی ها اینا که ها یعنی از کیان از گیجا میشن، اینا از یهود میشن، یعنی همین بیانه اینا چیه. اما مثلا اداریسه ها نسبتاشون صحیح انا همین سبب یعنی مغرب چه آل بیت چی شد یعنی بسیار شد، یعنی بسیار شد. و کذالک یعنی جزایر اند مثلا آل بیت مثلا بسیار، یعنی سبب جزایر هم بسیار بدنشون قریب 150 سال پیش از این نزدیک تا یعنی 150 سال پیش از این، یعنی همین سالهای 1300 انده، یعنی عثمانی ها بودن که یعنی مدینه رو زندگی می‌کردن قریشی ها، نام قریشی ها یعنی از آل حسین یعنی مدینه زندگی می‌کردن. بینشون اشکال میشه بین امک بچه ها با بین آل حسن و آل حسین، فهمیدید آل حسین آل حسن بینشون چی میشه یعنی اشکال میشه حسن و حسین آل حسن و آل حسین بینشون اشکال میشن، حتی که کار سلاح برفته یک دیگه چی خون ریزی میکنن. سونی عثمانی میبیند که یعنی چیای به این کتی کار حل نمیشه، یعنی باز صلح کردن کتی با فردا میگنن اینا امک بچه ها تو چیکار میکنن یعنی همین سردارهای یعنی هزارها نفر مثلا حسینی های میگیرند جزایر به بدرواشون میکنن، یعنی میگن شما مدینه اند نمیتونید استادن، یعنی چی مادامی که مدینه به یعنی نعمت به چه میکنن جای شما جزایر گفته، یعنی از همه دورترین جا به جزایر به بدرواشون نفی میکنن، یعنی همین تو همین روز یعنی چیه وای حاضر نام مدینه بودن نکنه مدینه به ویزا گرفته اقامه گرفته اومدن نمیستن.
الان خیلی مثلا چی بگم یک سری 50 سال پیش از این تقریبا و جزایر بچ میشن یعنی کی ها حسینی آل حسین و برادرم یعنی تاریخ اند این چیز یعنی اینو بعضی چیزی نه میبیارن یعنی نظر کلی دیگه رو یک با ما هم سنف با ما میخون کلی حدیثان یک برادر میخوند یعنی همین آدمی بود یعنی همین خودش هم از اهل مدینه بود بگن مثلا کویک تو اجنبی از یهودنده یعنی می فای که میگیرن نام پیش از زمین غنیمت تقسیم کردن یک قسمش چی میکنن یعنی هم 5 نفر به یعنی الله و رسول به سنی اولو قربا به سنی یتیما به مسکین ها به سنی ابن سبیل به تقسیم میکنن یکی از قسمش که به میتین یعنی اولو قربا به میتین اولو قربا گرچه هم بای باشند و یهو چی از همین یعنی خمس الخمس یعنی فهمیدید خمس الخمس یعنی اگر مثلا یعنی معناش نام 100 ریال گیرند 100 ریال چند به 5 به تقسیم 5 به تقسیم کنیم 20 میشه همین 20 اب 20 یعنی یک قسمش یعنی از 20 5 به تقسیم میکنیم 4 یعنی همین 4 ریالش اول بیت میرده فهمیدید این فقط وقت جهاد انده اما وای رافضه اون دیگه خیلی فرقش نیست دائمی یعنی همین خودش سید میگه یعنی ایران نیستش سید همه مثال سیاپوشا سید همین خیلی نه نظرم من سیاپوشدگی خلاص یعنی وای چی میشه یعنی از اول بیت یعنی و یا یعنی چای خلق یعنی چای آدمین یعنی حتی مثلا یک مثلا نسکی فروشی مثلا 5 ریال به 5 ریال مثلا چای 1 ریالش باید که مثلا پوش بده یعنی همین خیلی قاعدهشون یعنی همین به برادرها بسیاری که من تهران اند حتی قمنده وقتی که من میگفت پیش از چی مثلا من قمنده بوده میگفت همین خیلی خلق باد میبیند مو میگفت همین خیلی باد میبیند میگفت اگه من کم تر اگر همین از حکومت نترسم میگفت میخورد میگفت زنده یعنی اومده من سال سیاپوشوه اینو مول مویا یعنی غورم میکنند گفته یعنی هم 5 ریال کار کرد تاکسی شما امروز 100 ریال کار کرد خلاص 20 ریالش هم سلاپوش شیطان سلاپوش رو میتید یعنی باید که تیدا میخواد یا خمس یعنی باید که هر یک کس باید جنگ نه یعنی صلح چی زنده مرده باید که تی یعنی یعنی همین سال همین وقت معین که همین هست چی یعنی چی همین سلاپوش ها به میتی یعنی هم غارت گرو هم نو میتی یعنی